یکم امانت محافظت کردن، یعنی همین امانت، خود امانت چیست؟ امانت ببین امانت بانک داریم، میگه امانت بانک، مقصد هر چیزی که در او بانک شما میگذارین، این گویم که صاحبان همون بانک امانت شما را وقتی صحت و سلامت به شما تسلیم میکنن، اینا میگن امانت گذار، اینا امانت گذار میگوین. و هر چیزی که ما در اختیار یک انسان از مال دنیا از سخن گذاشتیم که همین امانت در پیش تو، همون محافظت کردن همون برادر چی می شود؟ ضرور می شود. حبیب خدا می گوید اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. حبیب خدا گفت اگر در کدام امت من، یعنی در کدام از ما و شما 4 چیز باشد، حبیب خدا را سخنش گوش کنید، 4 چیز در کدام از شما باشد، فلا علیک ما فاتک من الدنیا. حبیب خدا گفت دیگر تو ای بنده خدا پروا نکن، غمگین نباش که این دنیا دیگر بر ضرر تو انجام نیافت و تو در قبر و روز قیامت یکی از بندگانی با شرف خدا به شمار می روی، اگر تو 4 چیز همراه خود داشته باشی. اینا چی بود است؟ حفظ و امانت. یکم امانت محافظت کردن، یعنی همین امانت، خود امانت چیست؟ امانت ببین امانت بانک داریم، میگه امانت بانک، مقصد هر چیزی که در او بانک شما میگذارین، این گویم که صاحبان همون بانک امانت شما را وقتی صحت و سلامت به شما تسلیم میکنن، اینا میگن امانت گذار، اینا امانت گذار میگویند. و هر چیزی که ما در اختیار یک انسان از مال دنیا از سخن گذاشتیم که همین امانت در پیش تو، همون محافظت کردن همون برادر چی می شود؟ ضرور می شود. یکم چیزی که شرفی تو در قبر و روز قیامت بود است، این حفظ امانت است. در برابر آن که از مال دنیا را امانت میگویند تا که خیانت نشود، در برابر این نماز و روزه و غسل از جنابت هم امانت است، اینم باید خیانت نشود، اینم باید از جانب بنده های خدا باید خیانت نشود. حفظ امانت. دوم حبیب خدا چی گفتند؟ و صدق حدیث و حسن خلیقت و عفت طعمت. دوم آداب خوب، فعل خوب، بچه خوب، آدم بی آزار. دوم چیزی که آدم شرف شد در نزد خدا و در نزد پیغمبر و قبر روز قیامت بلند میکرد، آداب خوب، آدم خوب، آدم بی ضرر، آدم بی زیان. سوم طعمه حلال، خوراک حلال. ببینید چیزایی که اگر در کدام از ما باشد، حبیب خدا گفت فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر تمام دنیا را باید دی گفت، غمگین نباش که تو در پیش خدا برد کردی. یکم امانت خیانت نکن، دوم آداب خوب داشته باشی، سوم لقمه حلال داشته باشی، چهارم سخن راست داشته باشی، دروغگو نباشی. این امروز در جمعیت ما و شما در عوض همین قدر دعوت ها، در عوض همین قدر پند و نصیحت ها، با بنده های خدا دروغگو هستند، دروغ میگویند. پیر و جوان دروغ میگویند، پیر و جوان دروغ میگویند، دیندار و بیدین دروغ میگویند، ساحه های دین کار میکردگی دروغ میگویند، ساحه های حکومتیش هم دروغ میگویند. هست آدم ها دروغ میگویند.
در کجای دروغ جای گرفت اونجا دیگر فلاکت است، اونجا هلاکت است. حبیب خدا گفت اگر در کجای 4 چیز در کسی شد شرف دنیا و آخرت است. ما همه دیندارها، ما همه حکومت دارا را نمیگوییم. هست انسان‌هایی که راست قولند، هست انسان‌هایی که راستگو هستند،